لغت اول ignite هستش. ignite یعنی مشتعل کردن. ignite آتیش زدن. خب ببینید ignite اگه night اگه شب اگه night شب اگه شب شد چه کار رو بکنیم؟ خب شما تصور کنید وقتی شبه باید یه چیزی رو آتیش بزنید که روشن بشه. ignite میکنید چیزی رو روشن میکنین، آتیش میزنین. اگه night اگه شب شد شما باید چیزی رو مشتعل کنید. One match can ignite an entire forest. یک کبریت میتونه تمام جنگل رو به آتیش بکشه. خب پس ignite اگه شب بشه چی کار میکنید؟ پس شما چیزی رو مشتعل میکنید. بریم در لغت دوم abolish. abolish یعنی لغو کردن. یه قانونی رو شما میتونین abolish کنین، لغو کنین، یا حالا امتحان ها رو لغو کنین. قرار ملاقات، البته با قرار ملاقات نمیشه گفت چون اینها در مورد چیزهای رسمی هستن، قراردادها یا حالا یه سری چیزای خیلی رسمی هم فراتر از یه ملاقاته که کنسلش کرد. abolish ببینیم مادر حساسم به چیا؟ به روکشای بالش. شما که هی با بالشاتون بازی میکنین، زیر سر میذارین، زیر دستتون میذارین، این کثیف میشه. مامانتون میگه نباید اینا رو موقعی که فیلم نگاه میکنین با بالش بیاری بزنید زیر سرتون یه چیکار کنین. پس abolish یه بالش، حتی یه دونه abolish. خب اونها رو قدغن کرده مامانتون، لغو کرده، در واقع آوردن اون بالش ها به اتاق پذیرایی لغو کرده. کی؟ مامان. چند تا بالش؟ یه بالش. My school has abolished final exam altogether. مدرسه ما امتحانات نهایی رو کلاً چیکار کرده؟ لغو کرده.